بچه‌ها، چطورین؟ به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من مریمم و امروز اینجام که با شما این پک خفن شیگلم رو آنباکس کنیم. اول از همه بهتون بگم که من بیس میکاپم رو انجام دادم و چیزایی که توی این پک میدونم هست اون مراحل رو انجام ندادم که همزمان که به شما نشون میدم تستشون هم بگیریم ببینیم اصلا به درد میخورن یا نه. این پک شیگلم رو من فکر میکنم الان 10 روزی هست خریدم، ولی هی برای خودم بازش کردم گذاشتم سر جاش، بازش کردم گذاشتم سر جاش، ولی استفاده نکردم که بیام به شما نشون بدم همزمان که به شما نشون میدم تستش هم بگیریم. کلا که کالکشن های شیگلم خیلی همشون بامزن. من یک قسمت هم از ریکم مورتی رو ندیدم، اما چون که این پکشون خیلی کامل بود من اینو خریدم چون دوست داشتم که آیتمای بیشتری داشته باشه. حالا اگر شما دیده باشید فکر کنم خیلی بیشترم همزاد پنداری میکنی. یه جعبه این شکلی داره. در پکو که باز میکنی اولین چیزی که میبینی بامزه ترین تل جهانه. اصلا مگه داریم همچین چیزی؟ مگه داریم؟ بله، این تلو قرار روی سرم بذارم و تا آخر ویدیو هم امکان نداره از سرم درش بیارم. یه حالت تلق داره روش که اینو بر میداریم و میرسیم به آیتمای اصلی. این توی طبقه اول 2 تا آیتم داریم. بالاییش که یکم کوچیک‌تره پودر فیکس فشردشه که خیلی بانمکه. حالا الان بهتون میگم چرا. ببین اینجوری که در میاد، اولا که این قیافشه که من اصلا حرفی برای گفتن ندارم. چقدر آخه یه پکیجینگ میتونه کیوت باشه. این ستینگ پاودرش حالت فشرده داره و خب اینجور ستینگ پاودرها بیشتر مناسبه همون زیر چشم و اینا. این داخلشه که همینجوری که میبینید این آقایی که روشه عوض میشه، عینک میزنه و عینکشو در میاره. چیز بعدی که توی طبقه اول بود اینه که یه پلت سایه است. شما فقط نگاه کن. عینه یه قدیمای سری دفتر داشتیم اینا این شکلی میشد. عکس چی میگفتن؟ عکس برگردون؟ نه نمیدونم بهشون چی میگفتن، ولی یه همچین چیزایی رو من قدیما توی لوازم تحریرها دیده بودم. دیکس 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 دیکس. باز شدهش هم بهتون نشون بدم. به به 12 تا رنگ کاملا ناکارآمد. همینجوری که میبینین رنگاش خیلی کارآمد نیستن، حالا جز این چند تا خیلی هم به هم دیگه نمیان، ولی خب قشنگن، پس من خریدمشون. این طبقه 3 تا آیتم خیلی باحال داره که گنده ترینش هم این آینه هست. واقعا بانمکه. همش اینجوری انگار 3 بعدی روشه. حالا میخوام از این آینه استفاده کنم برای میکاپی که میخوایم انجام بدیم. 4مین آیتم این جعبه بانمک ترین بیوتی بلندریه که من توی زندگیم دیدم. یعنی شما فقط قیافه اینجاش سالم بودا، من درست شد. شما ببین چقدر بامزه است. خیلی دوستش دارم و فکر نمی کنم هیچ وقت از این استفاده بکنم، چون که نه، حیف نیست اینو بخوام کرم پودری کنم از این رخ بیفته. نه. 5مین چیز که فکر میکنم یکی از معروف ترین های این پک باشه رژگونشه که نفس هاتون رو در سینه حبس کنید. اصلا بامزه ترین چیزی که قرار تو زندگیتون ببینید همینجاست. آخه مگه ما همچین رژگونه‌ای داریم؟ اصلا واقعا فقط شیگلم میتونه همچین پکیجینگایی رو ارائه بده. این خودشه که کاملا میتونید به عنوان دکوری همیشه ازش استفاده بکنید و کیفش رو ببرید. و وقتی که باز میشه مغزه، بله، چون که سرشه باز میشه همینجور که میبینید کله‌ش رو ما در آوردیم و چون که ما این کله رو در میاریم یک مغز میزنه بیرون. مغزش رژگونه است. البته که من اونجوری که تحقیق کردم کاملا رژگونه بدون پیگمنت و خوبی خیلی نیست، به درد نخوریه تقریبا همه میگن، اما کی اهمیت میده؟ تا وقتی که تو این شکلی هستی میتونی به درد نخور باشی. اگر که خوشگلی و به دردی نمیخوری ناراحت نباش، چون که یکی هستش که تو رو میخره. چی میگم؟ و رسیدیم به طبقه آخر این کالکشن که خودش 2 تا چیز توش داره. یه دونه اسپری فیکس داره، یه دونه هم پکه که توش پر از لیپ گلاسه. حالا من دونه دونه بهتون نشون میدم. اول بریم سراغ لیپ گلاسا. اگر که شما شخصیت های این انیمیشن رو بشناسید الان احتمالا میدونید که اینا دونه دونه کیان و ما از هر کدوم از اینها یه دونه لیپ گلاس داریم که من در پی آنباکسینگ های متعددی که انجام دادم متاسفانه سر یکیشون رو خراب کردم. حالا الان بهش میرسیم نشونتون میدم. اینم داخلش از نزدیک که این رنگا رو داره و عکس خانوادگی
دوستان هم اینجا هستش. لیپ گلاس شماره 1، شماره 2، شماره 3 که من فکر میکنم خیلی رنگ باحالی باشه، شماره 4 که متاسفانه من کلشو خراب کردم، این بعد اینجا می بود، بکنم بشه با چسب بود. و آخرین این خانومی موبلون که توش اکلیل داره. و آخرین آیتم این خیارشور خیلی بامزه است که این چیه؟ اسپری فیکس. خیلی بوی خیار زیادی میده که حالا نمیدونم اگر که قرار باشه این بوی خیار روی صورتت بمونه و هر جا میری بوی خیار بدی خیلی جالب نیست. تعریفش رو خیلی شنیدم، حالا باز الان ما هم دیگه تست میکنیم ببینیم که چجوریه، ولی اللحاظ کیوت بودن که 10 از 10 واقعا. خب با سایه شروع میکنیم که ببینیم چجوریه. خوبی این سایه اینه که خودش آینه داره، یعنی واقعا من دستبوس اون کسایی هستم که وقتی دارن سایه درست میکنن روش آینه میزنن، چون که الان من خیلی راحت میتونم خودم آرایش کنم بدون اینکه نیاز به چیز دیگه ای داشته باشم. پس چرا همتون این کارو نمیکنید؟ مگه یه آینه چنده؟ یکم از این رنگش برمیدارم. اوه پودریه، خیلی پودری به نظر میاد. فکر کنم این شکلکشه که داره خراب میشه. نگاه کنیم. نمیدونم ولی نمیشه به این زودی قضاوت کرد، ولی خیلی پودریه. میخوام قضاوتش کنم. به کل پشت پلکم از این رنگ به عنوان بیس میخوام بزنم. حالا از این قهوه‌ای تیره تره برمیدارم که خیلی پیگمنت داره. اینم دوباره میتکنم. این رنگش انگار یکم کمتر پودری بود. اینو میزنم به گوشه های چشمم. چیزی که هست به نظر من قهوه‌ایش پشت پلک تقریبا به مشکی میزنه، یعنی اون حالت قهوه‌ای خوش رنگی که مثلا من دنبالش بودم و نداشت، اما خوشگل فید میشه، راحت بلند میشه و این رنگش هم خب یکم کمتر پودریه. حالا از این رنگ سبزه برمیدارم، میخوام بزنم کنار این قهوه‌ایه. قشنگ میبینید تو براش خیلی رنگش قشنگ در میاد. اینم میزنم بین این روشنی و خیلی سبزش خفنه. جدی میگم من الان پلتی که دارم که رنگای مختلف داشته باشه پلت جیمز چارلز مورفیه که الان خیلی پولش شده و عمرن سبزش این کارو بکنه. خیلی از سبزش خوشم اومد، زیباترین سبز دنیاست. میبینین پشت پلکم پیگمنتش معلوم هست. برای جلوی چشمم میخوام از این شاینش بزنم چون به نظرم خیلی بامزه است. با انگشت برمیدارم که حالا دیگه تمام توانش رو نشونمون بده. بچه ها میدونم که یه کوچولو با ناخونم زدم بیرون، ولی میبینین چقدر شاینش بامزه است. من پلت سایه های خفن دنیا رو خیلی هاشون امتحان کردم ولی همچین شاینی واقعا ندیده بودم. خیلی خوشم اومد. اینم یه سواچ کلی از همه رنگاش روی دستمه که به نظرم اینجوری که مشخصه بیشترین پیگمنت تو همینایی داشت که من اتفاقی انتخاب کردم با این بنفش و آبی هم البته همینطور. ببخشید من دیگه مجبور شدم برم توی تتوم. چیز بعدی هم که میخوام الان تستش کنم ستینگ پاودرشه، چون که احساس میکنم زیر چشمم واقعا دیگه الان بهش نیاز داره. خیلی میترسم اینو بزنم توی این، چون که شنیدم که این شکلکش میره ولی نرفت. شاید داره میره. آره داره میره. اب نداره. اینو میزنم اینجا، یه ذره با پشت دستم میگیرمش. دقیقا همون کاری رو که با ستینگ پاودرهای دیگه میکنم میخوام با اینم بکنم و میزنم زیر چشمم. خیلی سفیده، یعنی قشنگ داره رنگ میده به زیر چشم و فکر میکنم که تقریبا داره گند میزنه به آرایشم. شاید نباید اینجوری بزنیمش، شاید باید با براش بزنمش، نمیدونم، شاید هم کمتر باید میزدم، ولی خب زیر چشممو کامل ست کرده، خشکش کرد، برق و برقش رو گرفت، ولی خیلی رنگ داره. یعنی من توقعم اینه که یه چیز زیر چشمم میزنم خودش یه رنگ اضافه نکنه، کاور اضافه نکنه. البته که کلا این ستینگ پاودرهایی که فشردن یه ذره کاور میدن، ولی بازم این زیادی بود به نظرم. نمیدونم توی دوربین معلومه یا نه. یه دورم با براش میزنم. این آقای کلا داره میره، رفت آقای، تموم شد. قلب منم داره باهاش میره همزمان. اینو با این میزنم، میتکونم
و اینجوری ستش میکنم که فکر میکنم این روش بهتریه، یعنی خیلی دیگه رنگ خودش نداد. تفاوتش مشخصه یا نه توی دوربین نمیدونم، ولی این ور خیلی روشن شد، از آینده نصف دختران سرزمینم روشن‌تر، اما این ور حالت طبیعی تری داره دیگه. حالا باز باید ببینید کدومش رو دوست دارید. حالا اینا همه نتیجه گیری‌های لحظه‌ای منه، حالا باز باید بمونه و تمام مثلا امتحاناشو پس بده. اون موقع توی اینستاگرامم بهتون میگم که مثلا این خوب بود، ارزش خرید داره یا نه. بچه‌ها دیدید چه اشتباهی کردم؟ اول باید رژگون کرمی رو میزدم، یعنی کلا همیشه باید محصولای کرمی رو قبل از محصولای پودری بزنید، ولی کامل رو یادم رفته بود. حالا الان از این میزنم روی پودرا، قطعا که تمام پتانسیلش رو نمیتونه اینجوری نشون بده، ولی باز دست اون میاد که حالا چه جوریه و اینا. یک کوچولو هم ممکنه کثافت کاریشه، به کسی نگید، یادم رفته بود. با براش از روی مغز عزیز برمیدارم، چون که شنیدم پیگمنتش خیلی کمه، دیگه روی دستم پیگمنتش رو کم نمی‌کنم. میزنم به گونه هام. خیلی رنگ ناز و خوشگلی داره، ولی تقریبا اصلا مشخص نیست. نمیدونم حالا چند دور باید بزنیم، یعنی اگر که بخوایم این معلوم شه احتمالا برای 2 بار شما رژگونه دارید، یعنی 2 بار میتونید رژگونه بزنید، چون که همین الان داره تموم میشه. ولی خب رنگش ناز، خوشگلم داره بلند میشه، ولی اونجوری پیگمنت بالا نه نداره. ولی علاوه بلند شدن با اینکه روی پودر داریم میزنیم و باید یه ذره کارش سخت‌تر شده باشه، اصلا اینجوری نیست. خیلی خوشگل و کره‌طور داره بلند میشه. ولی امیدوارم که بشمرید ببینید من چند بار اینو وارد این کردم و کلا این بافت این مغزه که داشتیم از بین رفت، ولی پیگمنت همینه. من یه خط لب زدم که یکی از این لیپ گلاس ها رو تست بکنم، بقیه‌اش هم روی دستم براتون سواشش رو میگیرم، چون که آرایش چشمم زیاده، خط لبم هم پررنگه و به نظرم این از همشون باحال‌تره. دوست دارم اینی که یه ذره توش شاینای آبی داره و کلا آبیه رو تست بکنم ببینم که چجوری میشه. فانتزیه دیگه، حالا تستش بکنیم. در حالی که میدونم اینا خیلی بیشتر به خط لبم میان، ولی خب اینو تست میکنیم. ببینید میدمش پایین و خودش با طمأنینه تشریف میاره بالا، یعنی چون شما هر چقدر اینو فرو کنید نمیمونه اینجا، آروم تشریفش رو میاره بالا. بوی خیلی باحالی میده، بوی پاستیل، خیلی خوشگله. یعنی این شاین آبیش نمیدونم توی دوربین معلومه یا نه، ولی کاملا دونه های آبی 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 روش داره که خیلی باحالن. روی لب سبکه، یکی از سبکترین لیپ گلاس هاییه که من تا حالا استفاده کردم و عاشقش شدم. اینم رنگای دیگه‌اش روی دست که دوتاشون شاین دارن، دوتاشون هم عادی ان. به نظرم خیلی رنگای کاربردی ان اینا. و در نهایت اسپری فیکس خیارشوری بزنم. خیلی اولا که خوشگل اسپری میکنه، یعنی اونجوری یه حجم زیادی اسپری نمیاد روی صورتتون. بوی خیارش هم از بین رفت، یعنی همون لحظه که فقط دارید میزنید بوی خیار میده. ولی از لحاظ اینکه حالا دقیقاً چه تاثیر روی میکاپ بذاره نمیدونم. نقدایشو که دیدم میگن که خیلی اسپری فیکس خوبیه، ولی من الان اولین بار دارم ازش میزنم و نمیدونم که قرار موندگارتر بکنه میکاپمو یا نه. و تمام. امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون. به من که خیلی کیف داد، خیلی خوش گذشت. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.